الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر و شنوندگان محترم، چگونه که به ما و شما معلوم است، ما یک سلسله بحثی را به میان ماندیم: زردشت کیست؟ پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک به این مردی خواه تاریخی نیست، علما و مورخین می نویسند مربوط می باشد. چگونه ای که ما سلسله بحث منحصر کردیم، یکی از سلسله بحث ما همین بود برادران عزیز و شنوندگان محترم، که ما فقط حل و فصل مسئله را از جانب دانشمندان و عالمان اروپایی به میان میمونیم، زیرا که از مستشرقین از زمین شرق و از جانب علمای دین ما این مسئله را به میان نمیمونیم. از جانب نفرانی میمونیم که هم عصری ما هستند، معاصری ما هستند، در زمانی ما زندگی دارند و زندگی کردن یا گذشتن. مقصد مجموعه خلاصه برای این است که از عصر 17 این جانب علمایی که در جاده فلسفه، در جاده تاریخ نگاری، در جاده سیاست شناسی، در جاده مسئله های جغرافی خیلی علمای برجسته هستند. یکی از اونها جان کلینز است. ما امروز از جانب سه عالم برجسته این مسئله را به میان میمونیم که زردشت کیست؟ آیا مرد تاریخی است یا افسانوی؟ یکم عالم بلگی جان کلینز، دوم یکی از اوستاشناسی به نهایت جدید با نام دارمنستر، دیگری با نام هوک یکی از اوستاشناسان جدید و اوستاشناسان انگلیس است. دیگری از اینها هید توماس، این هم یکی از اوستاشناسان انگلیس است. به میان میمونیم. اصلا بحث مناظره ما این بود که اوستا، ما دو اوستا داریم، اوستای جدید داریم و اوستای قدیم. اوستای قدیم باب ابتدای او باب گام ها یا گات ها است. ما در اینجا بحث کردیم که در گام ها زردشت نفر سیوم محسوب می یابد. بین اوستای جدید و بین اوستای قدیم 2000 سال فاصله است. اصلا اوستای جدید مربوط به زمان هخامنشی ها است که در زمان شاهیگری هخامنشی ها، یعنی که اوستای جدید نوشته شد و مدح و ثنای مقصد زردشت در اینجا خیلی کنگروی و کلیدی به میان گذاشته شد. اما جان کلینز در کتاب تولد اوستا یا تولد چهارم اوستا گفتن کتابی دارد که در سال 2017 به چاپ برآمد. در همونجا نوشته شده است که در اوستای قدیم و در اوستای جدید همچون تبلیغگری دین و به سوی آیین و خداپرستی زردشت معرفی نشده است. در اوستا همچون یک تمدن ساز و همچون یک تبلیغگر نیست. اصلا میگه رسالت پیامبران این گونه نیست. رسالت موسی پیامبر یهود، رسالت عیسی پیامبر مسیحیت و رسالت حضرت محمد ابن عبدالله درود خدا بر او باد، مقصد پیامبر ما مسلمانا، خود کلینز میبیارد. میگه در کتاب ها نفر انفرادی و نفر خطابی خدای خش قرار گرفتن که مردم را به سوی آیین و دین دعوت کنند. اما میگه زردشت در یگان جا این گونه موارد بررسی شدگی نیست. اصلا بین اوستای قدیم و جدید که 2000 سال فاصله باشد، در مدت 2000 سال اوستا زبان به زبان، سینه به سینه به طریق شفاهی آمد. میگه حتی که در داخل این هم میگه یک متنهای پریشان، در خصوصا در اوستای قدیم میگه متنهای پریشان هست. در اون میگه یگان نوعی نقطه سنجی و به یک نقطه آمده نرسیده. ما اوستا شناسا هر سهشان، هر سه همین ها، جان کلینز و دارمنستر و هید و هوک، همین 4 نفر میگه ما نیامدیم بر یک نقطه اساسی رسیم که همین متن اوستای قدیم متن
یک جریان یا یک رویه یا یک شخصیت باشد. زیرا اینکه در داخل این میگه متنها پریشان است. از این نقطه نظر هم فهمیده می شود که زردوشت نفری تاریخی نیست. در اوستای جدید میگین در زمان مربوط به زمان هخامنشی ها است که بین این اوستا و بین این اوستا 2000 سال میگه فاصله دارد. معلوم است که همه میگه کار اسطوره‌ای است. خصوصا کلینز این دانشمند بلگی اشاره میکند که عمری خود میگه ما بیهوده گذراندیم در اوستا شناسی، به یک نتیجه مبرم و صاحب فصاحت بلاغت نرسیدیم. اما از کجا میگه؟ از کجا سر شد میگه این سرچشمه گیری که زردوشت در اوستا یک شخص کلیدی؟ این میگه در اوستای جدید، اوستای نو که بعد هخامنشی ها، در اینجا میگه زردوشت یک شخصیت کلیدی قرار گرفت در اوستا. این وارد شد میگه. از جانب کی وارد شد؟ اصلا از جانب خصوصا کلینز میبرد که از جانب کی وارد شد میگه این از جانب یک شخصیت بود میگه که همون رسم، همون آیین ها، همون کارهایی که در دین مزدائیه. اصلا کلینز در اینجا بحث میکنه که اگر شما میگه زردوشت شناسه، شما میگه راجع به سوی دین مزدائیه میگه بسیارتر مقصد حرکت کنید و بینید که در اونجا اهورامزدا یکم، دوم میگه انگرا منیو، یعنی که همون ابلیس اهورامن یا اهریمن میگن. در این زبانهای خودی همون وارد اوستا هست. میگه تا شما داخل دین مزدایی نشوید میگه زردوشت خوب نمیشناسید کیست. وقتی داخل دین زردوشت در داخل دین مزدایی که وارد شده میگه در این حالت شما میفهمید که اهورامزدا کیست، یعنی که همرکاب یا از اخفی اهورامزدا برآمد میکند. وقتی که در دین مزدایی که وارد میشوید میگه شما در اونجا میگه زردوشت چی میبینید؟ در همردیف یا خما قنجقه میگیم یا از عقیب اهورامزدا برآمد میکنه در مقابل انگرا منیو یعنی اهریمن همون ابلیس. در اینجا میگه مبارزه به امان بین دو آفرنده میشود. انا بینید که در داخل دین زردوشت در اوستای جدید، اوستای قدیم ده زردوشت اصلا موهیت تاریخی نداره. در اوستای جدید زردوشت اکنون ثانویه میشود، یعنی که صاحب دو خدا، پیامبری که در اینجا صاحب دو خدا. کدام خدا؟ خدای نیکی که او را سنبوله نیکی میگن یا سنبوله روشنی میگن یا سنبوله بدی که با اون اهورامزدا یا انگرا منیوش یعنی که همون ابلیس یا اقواهای اهریمن. میگه هر دوی هم اینها آفرنده هستند. اگر مزدائیه را شما زردوشت خوب شناسه میگه، یعنی که اشاره میکند کلینز شما وقت زردوشت که نغز شناخته نشوید میگه به دین مزدائیه وارد شوید. اما میگه وقتی همچون پیامبر او را شناسه میگه نیست، میگه این را اصلا میگه موقعها پیامبر اعلانش کردن. اون موقعها کیا بودن؟ همین زردوشت خودش میگه هم رسم آیین ها را اجرا میکرد، لیکن عنعنه او تنتنه او میگه از جانب موقعها به میان مانده شد. اصلا زبانی هید توماس یکی از دانشمندای انگلیسی هست که در عصر 1700 بعد میلاد، یعنی که 300 عصر یا 200 چند عصر پیش از ما زندگی کردگی است، همین در کتابش اوستا شناسی میارد که همین چگونه که ابراهیم علیه السلام درود خدا بر او باد نفر کلیدی تاریخی است، میگه همین زردوشت هم میگه مثل ابراهیم یک نفر کلیدی و تاریخی میگه در نگاه اسطوره افسانه ها آمدگی هست. اولین کسی که در علم و در فلسفه و در تئولوژی غرب وارد کرد که زردوشت همچون ابراهیم است، این که بوده است هید توماس. اولین نفر، پیش این کسی گفتگی نیست. ولی تا به امروز زردشتی‌ها بسیارش دعوا میکنن که ابراهیم از نه، همین شخصیت میگه در علم وارد کرد که مثل انا همین ابراهیم چگونه یک نفری در دین آیینی در دین‌های سامی میگه یک نفر کلیدیه، دین‌های توحیدی ده. زردشت هم میگه در دین‌های ثانویه یعنی که دو خداگاه یا سه خداگاه میگه نفر کلیدیه. اصلا این در کتابش میبیاره که اگر شما میگه در کتاب ایزادان نو میگه اگر شما بینین میگه ایزادان نو در همین داخلی اوستای جدیده. ایزادان نو در میگه شما وارد شما میگه در همین جا میگه میترا پیدا میشه. میترا چیه؟ میگه اصلا یک خداهای مادی میگه، خداهای مادی، خداهایی که سنگ و چوب و
آفتاب و ماهتاب و خداهایی که همچون ماده شناخته میشوند، اینها را میگه مغان یا موقعهای در شمال ایران میپرستیدن. دوم میگه اناهیتا، اناهیتا یا میترا، یعنی که میترا یا اناهیتا در داخل ایزادان نو اوستای جدیده، اوستای نوی که امروز درس اوستا شناسی است، مقصد به میان ماندگی شدگی است، در همین زمان هخامنشی ها میگه همین وارد کردن. اصلا در مسئله میتر یا اناهیتا که در خود مقصد در ایران شمالی میگه پرستیده میشد، میگه همین دو خدا. از این نقطه نظری اوستای جدید زردوشت یک نفری هست که در داخل دینش دو خداگاه تا سه خداگاه وجود داره، یعنی که ثانویه هم گفتن میگه از احتمال علمی دور نیست. حکم نویسد اصلا چی سبب شد؟ میگه هندوها و ایرانی ها میگه با یکدیگر دوستی داشتن، خیلی نزدیک داشتن، یعنی که هندی ها را زبان وداعی میگفتن یا ما در زبان برهمنیزم است که اصلا در هندوستان بسیار دیده میشود، دین های برهمنی. اصلا در ادبیات یونان ما این چیزا را بسیار یافته میتونیم، تغییرات را. بعد از اون میگه بین ایرانی ها و هندی ها که اینها رو زبان وداعی میگفتن، اصلا اینها میگه در ابتدا فرهنگ یک داشتن، تمدن یک داشتن که اینها تمدنای از 4000 سال پیش زندگی میکردن. همه اینها میگه اسطوران، افسانان، از زبان به زبان در داخل هر یک اینها میگه یک بافته و یک ایجادیات خلقی دیده میشه و حکم بیارد. اوستاشناس است. میگه اینها وقتی که جدا شدن هندوها خودشان میگه چیکار کردن؟ وداها خدا تشکیل کردن. میگه وقتی اونها خدا تشکیل کردن میگه همون خدایی که اونها پرستش میکردن نام او را اسورا ماندن، یعنی اسورا خدای هندوها میگه در همون زمان نامش اسورا بود، در مقابل اهورا خدایی که مردم ایران پرستش میکرد. یعنی اینها برای چی؟ برای منطقه و برای منطقه های سیاسیشون جدا شدن و دین ها را تشکیل کردن. وقتی دین ها که تشکیل کردن میگه تمام ایجادیات مردم هند زید آیین زردوشت میگه در مسئله خداشناسیشون که از نقطه نظر هندوها اهورامزدا همون اسورا همون ابلیس است. این نقطه نظر ایرانی ها مقصد در همون زمان که ایرانی های شمالی و جنوبی غربی همش که بر آیین زردشتی میگه رو آوردگی بدن، از نقطه نظر اینها میگه اهورا خدایی که همون خدای از همه خداها قوی، از همه خداها روشنی آفر، از همه خداها موقع کلیدی دار، در مقابل خداهای هندوها که اونها او را اسورا میگفتن یا ابلیس میگفتن. اینها خدای اینها را ابلیس میگفتن، اینها خدای اینها را ابلیس میگفتن و یکدیگر میگه مبارزه های بی امان میبردن. در منستر اصلا اهورامزدا نفری را میگن که میگه خدای اهورامزدا که در مقابل اون میگه از عقیب تمام عملهای اهورامزدایی میگه زردوشت قیام کرد و تمام اون سرزمینی که به بسیار خدایی مبتلا بودن کی میبره دیرا در منستر میگه همه اینا با بسیار خدایی مقصد میل داشتن، بسیار خدایی را آورده میگه اهورامزدا از اون خداهای اونها قوی تر بود. بنابر همین سبب میگه پیشنهاد کرد، میگه با شاههای هخامنشی میگه دینش میگه مورد کلیدی قرار داد و تمام دیگر دینها رو در زیر این وارد کرد و مبارزه برد علیه انگرامنیو یا ابلیس که او را ما اهریمن میگیم. از داخل این میگه پیدا شد چیز آیینی دو تا آفرنده، یعنی که خدای اهورامزدا و خدای اهریمن. هر دوی همینها در آیین زردوشت در کتاب اوستای نو یا اوستای جدید میگن اینها آفرنده هستن. اینها چی هستن؟ آفرنده هستن. حتی که توماس آوردگی هست که نام یکی از اونها میترا بود که مغان میپرستیدن، نام یکی از اونها اناهیتا بود. اما معلوم میشود که در آیین زردوشت در کتاب اوستای نو دو خدایه که اونها رو چی میگن؟ یعنی دینی ثانویت هم میگن. و دو چیز ایمان داشتن، دو چیز آفرنده قرار دادن، اومدگی از اعتقادات دینیشون. اما کلینز می نویسد در کتابش که اوستا میگه اصلا اوستای قدیم میگه اصلا یک مالی مردمی شبان میگه، شبان جای چوپان که اونها اصلا میگه نمک نمیشناختن، اصلا میگه اونها چراغ نمیشناختن، اصلا اونها میگه از آهن برنز میشناختن. میگه خلاص همین قدر می سرودن، همون شمن ها میگه می شعرها را می سرودن که از حوش می رفتن. حتی گفته که شتایات عرفا، چخیلی که امروز عرفا هم یک نوع چرخ زنی ها دارن، از حوش روی ها دارن، میگه همین میگه در همین آیین میگه دیده میشد.
این در اوستای قدیم. اما اوستای جدید که ای زمان هخامنشیایی برای این میگه یک تمدن کشاورزی است. بین دو تا اوستا میگه توافق نیست. اوش تمدنی میگه دهمردگی است، اینش میگه تمدنی کشاورزی دهقانی میگه در داخل کتابی اوستای جدید. حتی میگه از نقطه نظری تمدنی کشاورزی میگه یگان ربط به هخامنشی ها نداره. حتی میگه در همین زمان میگه ربط به این نداره. از این نقطه نظر معلوم میشه که بین دو تا اوستا که مبارزه های تمدن باشه و فرهنگ باشه معلوم است میگه این اسطوره است، میگه اما افسانه است. زردوشت نفری کلیدی نیست میگه در اینجا، یک مرد افسانوی است نه تاریخی. اینا کلنز میبرد. و بعدا میگه زردوشت چی سبب شد حتی که در اوستای جدید در منستر میبرد که مغان همون ویرد و کلمه و سخنهایی را که در وقت عبادت و رسم و آیین دینیشان میخواندن و همون ثبت شد در اوستای جدید، یگان تا اون میگه اغلبیت همون میگه سخن خود زردوشت نیست، میگه اغلبیت همون سخن خود همون عابدان یا همون مقصد که همون مغان یا همون کاهنانی که در داخل همون معبدخانه ها عبادت میکردن، آتش مقصدی که مقدس میدونستن، همین اوستای جدید 80% او میگه اصلا مال همون ها، میگه یگان سخن آسمانی نیست. حتی میگه در اوستای جدیدم در اوستای قدیم هم میگه ما یگان دعوتی به سوی خدای دیده نمیتونیم، میگه غیر 4 نصیحت یا 5 اوراد یا اما 17 قصاید یا اورادی که در صبح خوانده میشود که در همون اوستا وارد شدگی است، اصلا در اونجا میگه یگان تبلیغات نیست، یگان پیغمبر بودن نیست. بعد میگه پیدا شد پیغمبر سازی زردوشت از جانب خود مغا، همون نفرایی که در معبد کار میکردن، هموها میگه به این اوج آورده ایرا رسوندن. اصلا بعدا میگه در زمان خودش میگه به این درجه ای که امروز میگه اینها در کتابشون وصف کردن نبود. 80% اوستای جدید بافته خود مغان میدونه. همه شخصیت با نام درمنستر یکی از اوستا شناسای اروپای شمالی محسوب می‌یابد. پروردگار ما و شما را به راه راست هدایت کنه، برای تقوا، برای هدایت، برای شناخت و برای ما فتنت زیرکی عطا کند که ما حق و حقدان باشیم، حق شناسیم و به حق پیرو باشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. سلسله بحث‌های ما دوام دارد.